هواپیماهای ترکیه به محل آتش‌سوزی رسیدند. در نبود امکانات مناسب ساعتی پیش نیروهای کمکی از ترکیه وارد ایران شدند. 2 فروند هواپیمای اطفای حریق به همراه یک بالگرد و 8 نیروی متخصص از ترکیه در روند اطفای حریق جنگل اعلیت مشارکت دارند. روسیه، بلاروس و جمهوری آذربایجان هم اعلام آمادگی کردند. جنگل‌های با قدمت بین 25 تا 50 میلیون سال و خانه و آشیانه بیش از 3000 گونه گیاهی، 180 گونه پرنده جنگلی و حدود 60 گونه از پستانداران و جانوران شکارچی مثل گرگ و پلنگ و خرس قهوه‌ای در سایه بی‌توجهی مسئولان و سازمان‌های مرتبط باعث آسیب جبران ناپذیر به اکوسیستم هیرکانی شده. غریبه